علامه محدث احمد شاکر رحمه الله در بیان حکم همکاری با اسرائیل، یهودیان، انگلیس، فرانسوی ها، امریکایی ها و دیگر کفار در اثنای دشمنی آنان با مسلمانان می‌فرماید: هر نوع همکاری با کفار، چه کم و چه زیاد، ارتداد از دین و کفر صریح است و هیچ عذر قابل قبول نیست. چی این موارد در تعامل با افراد باشد یا با حکومت ها. و شیخ سلیمان رالوان می‌فرماید: هر کس کفار را دوست داشته باشد، هرچند هم در محراب و مسجد باشد، کافر است و شرط نیست که در صف بیانان باشد. و هر کس هم پیروی و پیروزی و غلبه دین و برنامه های کفار را بر مسلمانان دوست داشته باشد، از دین الله مرتد شده، هرچند هم در سجده و رکوع باشد. و مسئولین عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر و اردن هیچ تفاوتی با یهودیان اشغالگر ندارند و در کشتار مردم غزه شریکند و در جاسوسی و خرابکاری در سرزمین مسلمانان کمک میکنند و چیزی جز عده فریبکار، خائن و اشغالگر نیستند.